وقت بخیر. شنونده رادیو شار هستید. رادیو شار پادکستی درباره فرهنگ و هنر کردستان. در رادیو شار ما به سراغ بیت‌های کردستان میریم. یکی از شیوه‌های روایتی کهن و کمتر شناخته شده. بیت‌ها یکی از اصلی ترین ارکان هنر شفاهی و فولکلور کردستان به حساب میان. بیت در واقع هنری است با تکیه بر آواز و با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های روایتی برای بازگویی داستان‌ها و قصه‌های کهن، افسانه‌ها و اساطیر که سینه به سینه و نسل به نسل روایت شدند. سفر زوزانا ساقبی ساقبینی خیکووانا دل میلولو. در هر قسمت رادیو شار در مورد یکی از بیت‌ها صحبت خواهم کرد. داستانش رو براتون بازگو می‌کنم و در مورد برخی لایه‌های داستانی، شخصیت پردازی، روایی، موسیقایی، ادبی، تاریخی و فکری اونا براتون خواهم گفت. همینطور اشاره‌ای هم خواهم کرد به تحقیق‌ها، پژوهش‌ها و تحلیل‌هایی که نویسندگان و محققین پیشتر منتشر کردند. برخی از شاعران و محققین کرد مثل استاد همن، شاعر بزرگ مهابادی، معتقدند برای شناخت کردستان باید بیت‌ها را شناخت. نویسندگان و پژوهشگران زیادی در مورد پیشینه، ساختار، موسیقی، تکنیک‌ها و جنبه‌های دیگر بیت‌ها مطالبی منتشر کردند. اما دلیل اهمیت این بخش از هنر فولکلور کردستان چیه؟ اصلا بیت چیه؟ پژوهشگران و مستشرقینی مثل اسکارمان و بازیل نیکیتین در جهان بیت‌ها چه چیزی دیدند که اونها رو درخشان‌ترین بخش از هنر فولکلور کردستان معرفی می‌کنند؟ در مورد بیت‌ها چی می‌دونیم؟ آیا بیت یه داستان و ماجرای ساده است که زن یا مردی کرد اونو برای اون به آواز روایت می‌کنه؟ در رادیو شار به دنبال جواب این پرسش‌ها هستیم. می‌خوایم این بخش از هنر فولکلور کردستان رو بیشتر بشناسیم، بیشتر ازشون آگاه بشیم و به سرزمین بیت‌ها سفر کنیم و با چیزهای نو اما خیلی اصیل و کهن روبرو بشیم. با رادیو شار همراه باشید و بیایید به دیاری سفر کنیم که تا در اون غوطه‌ور نشیم، از جهانی رازآلود و بسیار وسیع‌تر و جذاب‌تر از جهان واقعیت‌ها آگاه نخواهیم شد. رادیو شار به زودی.